کدام پیام دارین، کدام گفتنی دارین؟ هر چیز دارم. مگم اینا رو تو مرا بگو که در کدام تلویزیون است. این از چینل یوتیوب افغان ویزت است. گویید به نوروز که امسال نیاید، با قندز آتش زده ره نکشاید، بلبل و چمن نغمه شادی نسراید، قندز زدگان را لب پرخنده نشاید، خون میدمد از خاک شهیدان وطن وای، ای وای وطن، وای وطن، وای وطن. گلگون کفنان را چه بهار و چه زمستان، قندز زدگان را چه بیابان چه گلستان، در قندز آتش زده و خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست بدوزد به تن مرده کفن وای، ای وای وطن، وای وطن، وای وطن. تشکر است. سلامت باشین. این شعر از خودتان بود؟ خو از تو هم بود سریس، از ما هم بود سریس، از کلگی خدا کنه که در نشر بانی. حتما شما از درد ملت ما گفتین. واقعا شما وقتی که شعر گفتین ما بخی یک احساس عجیبی برام اتفاقا کم مانده بود که گریه. من بسیار دیگر خون هستم وگرنه تا بیگاه برد میگم. من ای کاش که 20 سال پیش از امروز، 30 سال پیش از امروز از اینجا می رفتم. مگم این وطن بسیار دوست دارم، برابر مادرم دوست دارم. این وطن در هر جایی که باشی آرامش دلم جایی میگیری که در اونجا زاده شده باشی. میگه در نیستان چون مرا ببریدن، از نفیرم مرد و زن نالیدن، بشنو از نی چون حکایت میکنم، از جدایی ها شکایت میکنم. این بسیار گپاست که حالا شما رسانه هستین، شما گفتنم. راست میگن.